سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من نوید هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه میخوایم بریم 5 تا اسب عرب رو با هم بگیریمش و مکانش رو بهتون نشون میدم. و خب 100% خودتون وقتی که بازی تازه ریخته بودیم مثلا اولا دنبال یه اسب خیلی خوب میگشتیم که مثلا تو گوگل که سرچ میکردیم، در واقع یه اسبی به ما نشون میداد که اسب عرب سفیده که هم خوشگله هم میشه گفت سرعت خیلی خوبی داره و مثلا نترسه و اینا و جسه کوچیکی داره و این خیلی کمک میکنه مثلا وقتی جسه کوچیک باشه. چرا؟ چون تو درگیری ها مثلا اسبای عرب تو درگیری ها تیر کمتری بهشون میخوره. چرا؟ چون قد کوتاهی دارن و خب خیلی جمع و جورترن نسبت به اسبای دیگه، مثلا اسب ترکمن و اینا خیلی جمع و جورترن. بچه‌ها اینو خب بلدید دیگه، مثلا همتون بلد رام چجوری باید رامش کنید. آروم آروم نزدیکش میشید و تونتون حالا ایکس یا مربع رو فشار میدین که اسب نترسه، بعد خیلی یواش باید سمتش برید. یه روش دیگه هم داره، میتونید که با طناب در واقع بگیریدش اسب با اسب خودتون، اسب اصلیتون بودید دنبالش، با طناب بزنید زور گردنش و بگیریدش. حالا من اینجوری بیشتر دوست دارم، خودتون میدونید. خب بچه ها، مکان اسب عرب سفید اینجا هستش، بغل دریاچه ایزابلا اگه اشتباه نکنم. و بچه ها یه اسب حالا دیگه هم هست، سرخه، در واقع سرخابی رنگش، حالت اینجوریه سرخه و در تقریبا میشه گفت یه خورده پایین‌تر درشه ایزابلا. حالا در واقع نشونتون میدم مکانشو. بچه این تنها اسب تمام سرخ گیمه، یعنی شما اسب دیگه مثل این نمیتونید پیدا کنید، برای همون خیلی خاصه و تکه. و خب من اینو واقعا دوستش دارم، خیلی هم خوشگله هم مثلا سرعت ایناش اوکیه. باشه مکانش هم اینجا هستش، همونطور که گفتم دقیقا میشه گفت نزدیک شهر استرابری، یعنی سمت چپ شهر استرابری قاطی کردم. باشه یه اسبی هم هست که میشه گفت هم سرخه هم خطهای سفید داره، مثل گورخر میمونه، خیلی خوشگله. یعنی فقط رنگش فرق میکنه که واقعا خوشگله، من خیلی دوستش دارم. It's okay. Shh, easy now.
Easy, easy. Now, that wasn't so bad, was it? You're okay, girl. بچه مکانش اینجا دقیقا میشه گفت شمال سرخپوستاست. خب بچه این اسب عرب میشکی اینجا در شهر سنتنیسه. شما باید چیز کنید، چپتر 4 رو رد کرده باشید، یعنی 4 یا 5 باشید که بتونید اینو براتون باز بشه. و یه حدودا $1000 $1050 بستگی شرافتتون هم داره. مثلا شرافت من اینجا پایین بود، بخاطر اون مثلا خیلی گرون بود. خب و اینکه خب مکانش هم خب خودی میدونید سنتنیسه دیگه، تو استبل سنتنیسه. بچه اسب بعدی که آخرین اسبه و بهترین، جورایی میشه گفت بهترین اسب عربه تو جزء اینا. چرا؟ چون لولش و لولش میشه 4 همه اسب. خب در واقع جونش و استقامتش میشه گفت لول 10. آره دیگه لول 10 میشه، یعنی مکس میشه. خیلی اسب هم خوبیه، ولی خب من خوشم نمیاد ازش چون یه جوری بازی رو غیر واقعی نشون میده. برای همون مثلا من اسب عربای دیگه مثلا اون سفید خوبه مثلا، یا مثلا همون سرخه خیلی بهتر از اینه من به نظر من، چون خیلی واقعی تر طبیعی تر جلوه داده شده نسبت به این. بچه ببین اسب عرب نقره‌ای، حالا دقیق نمیدونم چجوریه. خب بچه ممنون که ویدیو تماشا کردی. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. واقعا اسب خوشگلیه ها این، ولی خب من بقیه بیشتر دوست دارم. فعلا.